یعنی نشود که شما برا ابن مالک رو یکی از سرداران لشکرهای مسلمانان تعیین نمایید و فرمودند که زیرا میترسم که به سبب جسارت فوق‌العاده اش تمام لشکر رو به هلاکت اندازد، چون یک جسارت فوق‌العاده داشتند. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی از این سلسله درس‌های مبارک خود زندگی نامه صحابگان کرام است که ما رسیدیم به زندگی نامه این صحابی کرام برا ابن مالک الانصاری رضی الله عنه که عمر ابن خطاب رضی الله عنه در شأن و منزلت برا ابن مالک الانصاری رضی الله عنه فرمودند که برا را فرمانده هیچ یکی از لشکری‌های مسلمانان تعیین نکنید. گفتند عمر بن خطاب، یعنی نشود که شما برا ابن مالک رو یکی از سرداران لشکرهای مسلمانان تعیین نمایید و فرمودند که زیرا میترسم که به سبب جسارت فوق‌العاده اش تمام لشکر رو به هلاکت اندازد، چون یک جسارت فوق‌العاده داشتند که در برابر دشمن هیچ ترسی نداشتند. برا ابن مالک رضی الله عنه یک مردی بود که مویهایش پریشان و بدنش غبارآلود و جسمش لاغر و باریک بود، حتی استخوان‌هایش نمایان بودند و هر کی او را میدید در نظر اول او را یک شخص ناتوان میپنداشت. نظر اولی که میافکند گمان بود که این شخص از این لاغریش، از این ناتوانیش، از این غبارآلودیش یک شخص ناتوان و ضعیف است و از او روی میگرداندند. اما در پشت این شخص ضعیف، در پس همین جسم ضعیف، یک قلب جای داشت که پر از ایمان، پر از شجاعت، پر از توکل به الله سبحانه و تعالی لبریز شده بود و او برا ابن مالک رضی الله عنه تنها در مبارزه های تن به تن 100 نفر از مشرکان را به هلاکت رسانده بود. تنها در مبارزه های تن به تن 100 نفر از مشرکان را به قتل رسانده بود و بغیر از آنهایی که در جریان جنگ ها در صف مجاهدین کشته می شدند. پس برا ابن مالک همان پهلوان دلیر و قهرمانی ناترسی بود که عمر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله عنه با والیان و فرماندهان خود در سرزمین‌های گوناگون نامه می‌نوشت و بر آنها خبر می‌داد و می‌گفت برای ابن مالک را هرگز فرمانده لشکر تعیین نکنید، زیرا می‌ترسم که از شدت جسارت و پیشتازیش بر علیه دشمنان سربازان را در خطر بیاندازد. و او رضی الله عنه برا ابن مالک انصاری است و برا ابن مالک انصاری برادری انس بن مالک است رضی الله عنه. کیسه اولین ما برا ابن مالک این برادری انس بن مالک رضی الله عنه است. انس بن مالک خدمتگزار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که 10 سال خدمت او صلی الله علیه و سلم را کرد. اگر می‌خواستم همه داستان‌های قهرمانی‌های برا ابن مالک را نقل کنم، اما سخن طولانی می‌شود و فرصت وقت ما هم تنگی می‌نماید. از این رو امروز تنها یک حادثه را از قهرمانی‌های این مرد بزرگ، این مرد شجاع برای شما نقل می‌کنم که خود گواهی بزرگی کارنمایی‌های او در طول حیاتش بود. و از این قصه مبارک برای ابن مالک برادر انس بن مالک ما فایده ها میگیریم که ارزش انسان نه به جسم است، نه به مال و ثروت و دارایی است، بلکه با تقوا و ایمان است، نه به ظاهر. چگونه گفتیم برا رضی الله عنه جسما لاغر بود ولی در نزد الله سبحانه و تعالی در میدان جهاد از بزرگترین مردان به حساب میرفت و قوه حقیقی در قلب است. ایمان استوار میتواند شخص ضعیف جوسه را به یک قهرمان تبدیل بدهد که لشکریان را در حیرت بیاندازد و شجاعت نسبت با حکمت همراه باشد. با وجود اینکه عمر رضی الله عنه برا را بسیار دوست می داشت، از کارنمایی‌های او، از شجاعت او در حیرت مانده بود و فضیلت او را هم می‌دانست، برای حفظ جان مسلمانان او را فرمانده لشکر نگذاشت و این نشان می‌دهد که راهبر باید تنها دلیر نباشد بلکه منفعت
کیفیت عمومی مسلمانان را نیز مد نظر بگیرد و نشان میداد این زندگی نامه که مسلمان حقیقی برای رضای الله سبحانه و تعالی زندگی میکند. برای رضی الله عنه هرگز برای شهرت یا نام یا برآوردن نامش در بین مردم نمیجنگید، تنها برای الله سبحانه و تعالی، برای کلمه لا اله الا الله. چون بسیاری از ظاهری ها فریب میدهد و بسیاری شخصانی هستند که مردم آنها را ناچیز میشمارند، اما آنها در نزد الله سبحانه و تعالی مقام بلند و بالایی دارند و بسیاری از مردمی هستند که مقام بلند بالایی در نزد مردم دارند ولی نزد الله مثل یک پشه پر هم وزن ندارند. الله سبحانه و تعالی از برا ابن مالک دادر انس ابن مالک برادرزاده انس ابن مالک و تمام صحابگان کرام رضی الله عنه راضی بود. این قصه برا ابن مالک از نخستین ساعت‌های بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر گرامی و پیوستن او صلی الله علیه و سلم با رفیق اعلی جنت والا آغاز می‌یابد که در آن روزها قبیله‌های زیادی از عرب همانگونه که پیشتر گروه به دین الله وارد شده بودند، اکنون گروه بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز از اسلام خارج می‌شدند، تا جایی که در اسلام جز اهل مکه، مدینه، طائف و گروه‌های پراکنده دیگری که الله دل‌های آنها را به ایمان استوار گردانده بود کسی باقی نماند و در چنین فتنه بزرگ و فتنه خرابی آور ابوبکر صدیق رضی الله عنه مثل کوههای استوار ایستادگی کرد و او رضی الله عنه از میان مهاجران و انصار 11 لشکر آماده ساخت و برای هر یک از آنها پرچم را با فرمانده تعیین کرد و سپس این لشکرهای آماده شده را ابوبکر صدیق رضی الله عنه به گوشه و کنارهای جزیره عرب فرستانید تا آن مردمی که از دین روی گردانده بودند، مرتد شده بودند، برای حق آنها را هدایت و باز بگرداند. کسانی که از راه راست بیرون رفته بودند با قوت و با جدیت آنها را برای حق راهنمایی کنند، باز بگردانند. و در میان همه این مرتدان، کافر شدگان، از دین روی گرداندگان، پرقوت‌ترین و سرشمارترین این گروه‌ها قبیله بنی حنیفه بود که بنی حنیفه اینها پیروان مسیلمه کذاب بودند و این مسیلمه در میان قبیله‌های خود و همپیمانانش 40,000 جنگاور نیرومند را در اطراف خود جمع آوری کرده بود. 40,000 پیروان جمع کرده بود، اما بیشتری از پیروان این مسیلمه کذاب از روی اعتقاد بر او پیروی نمی‌کردند، چون دعوای پیامبری کرده بود. بیشتری از این قبیله ها از روی تعصب قبیلوی بر مسیلمه کذاب گرویده بودند، از او پیروی و جانبداری می‌کردند. حتی بعضی از آنها آشکارا میگفتند که گواهی میدهم که مسیلمه کذاب است، دروغگو است و محمد راستگو است، اما دروغگوی قبیله ربیعه برای ما از راستگوی قبیله مدر دوست داشته‌تر است. و این سخنان این قبیله ها که از این مسلمه کذاب پیروی کرده بودند گواهی آن است که تعصب قبیلوی می تواند انسان را از قبول حق باز دارد. تعصب در شخص، مذهب، راه و روش و شخصیت می تواند انسان را از راه حق باز بدارد، چون که بیشتری از مردم با این سبب ها از راه حق بیرون شدند. پس از مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم امتحان‌های بزرگی آغاز شد و وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب ضعف شدن اسلام گردید. این هنگام الله سبحانه و تعالی مردانی مثل ابوبکر صدیق رضی الله عنه را برانگیخت تا دین را حفظ نمایند و بزرگترین خطرهای جامعه این فتنه‌های عقیدوی میباشد. مرتد شدن و پیروی از دعواگران دروغگویان در این شبکه‌ها چقدر زیاد شده است و فتنه‌گران در قالب اسلام چگونه زیاد شده است. و این نقطه بیان فضیلت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را نشان می‌دهد که او در وقت ترس و هراس و پراکندگی استوار ماند و تصمیم‌های قطعی گرفت، با حکمت و جسارت اسلام را حفظ نمود. و همچنین نشان می‌دهد که تعصب قومی، تعصب در شخص و مذهب و کسی انسان را کور می‌گرداند، چون بسیاری از این پیروان مسیلمه می‌دونستند که او دروغگو است و پیامبر نیست. حتی بر او می‌گفتند که ای مسیلمه، ما می‌دونیم که تو یک آدم کذاب دروغگو هستی. نیک تو را به خاطر دیگه پیروی میکردن او را، یا تنها به خاطر اینکه از قبیله آنها بود. پس این از نشانهای جاهلیت است و نشان می‌دهد که حق با دلیل شناخته می‌شود، نه با شخصیت، نه با ملت. و مسلمان باید حق را قبول کند حتی اگر از جانب کسی باشد که با او رابطه قوی یا که رابطه ملی ندارد. و نشان می‌دهد که حمایت دین بعضا قاطعیت را طلب می‌نماید و ابوبکر صدیق برای نگاه داشتن عقیده لشکر آماده کرد، ضد مرتدان مبارزه برد. این نشان می‌دهد که حفظ دین و جامعه مسلمان از مهمترین وظیفه‌های راهبر است.
حفظ دین و حفظ جامعه مسلمانی از مهمترین وظیفه‌های راهبریت است که متاسفانه از بین رفته است. پس این مسیلمه اولین لشکر مسلمانان را که با فرماندهی اکرمه ابن ابو جهل رضی الله عنه به مقابل او فرستاده شده بود شکست داد، چون 40,000 لشکر جمع کرده بود و اکرمه ابن ابو جهل را مجبور ساخت که عقب نشینی کند. بعد از این ابوبکر صدیق رضی الله عنه لشکر دوم با فرماندهی خالد ابن ولید رضی الله عنه به سوی این مسیلمه کذاب فرستانید و در این لشکر خالد ابن ولید چهره‌های برجسته مهاجران و انصار در آن را جمع شده بودند و در پیش صف این قهرمانان قصه امروزه ما برا ابن مالک انصاری رضی الله عنه قرار داشت و گروهی که از دلیلترین و رزمندترین مسلمانان قرار داشتند و این دو لشکر در سرزمین یمامه در منطقه نجد با هم روبرو شدند و در آغاز جنگ لشکر مسلمانان هنگامی که با لشکر مسیلمه کذاب روبرو شدند وضعیت به نفع مسیلمه و پیروان او گردید. زمین و زمان گویا زیر پایه‌های مسلمانان به لرزه درآمد و آنها تدریجاً از موقعهای خود عقب نشینی هم کردند تا آنجایی که این پیروان مسیلمه کذاب با قرارگاه خالد ابن ولید حتی حمله کردند و همه او را از جاش کندند و تا آن درجه قریب بود که همسر او را رضی الله عنه را نیز به قتل برسانند. همین لحظه مسلمانان خطر بزرگی را که به سر آنها آمده بود احساس کردند و آنها درک کردند که اگر امروز از این مسیلمه شکست بخورند دیگر برای اسلام در جزیره عرب پایه باقی نخواهد ماند و مردم دیگر الله یگانه را که بدون شریک است پرستش نخواهند کرد. این حس را در خود کردند و در این حالت خالد ابن ولید رضی الله عنه فوراً به میان لشکر برگشت و صفها را از نو تشکیل داد، آماده کرد و مهاجرین را از انصار جدا نمود و بادیه نشینان را نیز از آنها جدا کرد. سپس فرزندان هر قبیله و هر نسب را زیر پرچم مخصوص خود جمع کرد. این را به خاطر آنکه تا فهمیده شود، تا معلوم گردد که هر گروه در جنگ چگونه مبارزه میبرند و این چنین روشن شود که نقصان و ضعف لشکر از کدام جانب به وجود می آید. یک نقشه استراتژی خوبی را آماده کرد. از این نقطه برمیآید که شکست اول معنای مغلوبیت نهایی را ندارد، چون در اول اکرمه رضی الله عنه عقب نشینی کرد و این هم شکست اکرمه سبب نشد که مسلمانان عقب نشینی کنند، بلکه آنها دوباره باز آمادگی دیدند. پس اگر امروز تو افتادی باز دوباره به پای بخیز، باز راه را ادامه بده. و همچنین این نقطه بیانگر آن است که راهبر موفق در لحظه های بحران آرامی را نگاه می‌دارد و هنگامی که وضعیت بسیار وزنین شد خالد بن ولید رضی الله عنه سر و سامانه نشد، بلکه با حکمت و تدبیر صفهای لشکر را از نو به تنظیم درآورد، چون تشکل و تشکیل و به نظام درآوردن این سبب‌های پیروزی است. تقسیمات صف جنگاوران با آنچه مناسب است و این نقطه‌ای که بیان کردیم از این قصه حفظ توحید این از بزرگترین هدف‌های ما باید باشد. صحابه رضی الله عنهم هنگامی که درک کردند که این تنها یک جنگ سیاسی نیست، بلکه این جنگ برای حفظ توحید است، نگاه داشتن دین است، برای همین در سخت‌ترین لحظه ها ایمان و صبر لازم می شود. وقتی که مصیبت سخت می شود مؤمن باید صبر کند، با الله توکلش بیشتر بگردد و تمام سبب‌های شرعی را برای دور کردن این مشکل‌ها استفاده برد و فرمانده باید عاقل دانا باشد، عقیده درست و نیکو داشته باشد، وضعیت را به تحلیل کرده تواند، مثل خالد بن ولید در این جنگ‌ها. برای هر راهبر این مهم است، چون این جنگ یمامه با مرتدین یکی از سخت‌ترین جنگ‌های تاریخی اسلام بود و در آغاز آن مسلمانان با آزمایش وزنین دچار شدند، اما با صبر استواری، با توحید خود، با راهبری عاقل خود خالد بن ولید رضی الله عنه و جسارت صحابگان کرام همگی توانستند که وضعیت رو تماما در یک لحظه دیگرگون سازند. و همچنین بیانگر آن است که پیروزی تنها با شماره به دست نمی آید، بلکه با ایمانی راستین، با صبر و توکل به الله سبحانه و تعالی. و سپس بین این دو لشکر جنگ بسیار سخت گردید. یک جنگ خونین آغاز شد
که تا آن روز مسلمانان مثل آن جنگ وزین را در حیات خود ندیده بودند و این پیروان مسیلمه در میدان نبرد مثل کوهها استوار ایستادگی کردند و از زیاد بودن کشته شدگان خود هم ترس و هراس نکردند و از جانب دیگر باشد مسلمانان چنان قهرمانی ها و کارنمایی ها و دلیل های نشان دادند که اگر همه آنها جمع آوری میشد یکی از بزرگترین داستان های قهرمانی در تاریخ برمیگشت قرار میگرفت و این است ثابت ابن قیس رضی الله عنه که پرچم بردار انصاری ها بود خود را خوشبوی کرد و کفن پوشید و برای خود بر زمین چخوری کند تا نصف ساقهای خود تا نزدیکی زانوهای خود پایهایش را در این زمین استوار قرار داد به خاطر آنکه تا عقب نشینی نکند تا این درجه را خود را آماده کردند برای مرگ که زمین را کندند در زمین خود را گرانیدند محکم کردند و شمشیر خود را گرفتند و استوارانه ایستادند تا که عقب ننشینند تا که ترس آنها را غلبه نکند تا یک مبادا که عقب بنشینند در جای خود استوار ماند از پرچمش دفاع کرد تا آن دمی که به شهادت رسانده شد و این از زید ابن خطاب برادر عمر ابن خطاب رضی الله عنه که در میان مسلمانان ندا میکرد ای مردم ای مردم ای مردم دندانهایتان را به هم فشارید سخت بدارید استوار باشید و با سختی دشمنان خود را ضربه بزنید و به پیش بروید و میگوید که به الله سوگند بعد از این سخن دیگر هیچ سخنی نمیگویم تا آن دمی که مسیلمه کذاب شکست بخورد تا آن دمی که مسیلمه کذاب شکست بخورد یا من شهادت را به دست بیارم و با پروردگار خود ملاقات کنم و دلیری خود را در نزد پروردگار پیشکش نمایم بگویم پروردگارا من برای تو این گونه جنگیدم برای دین تو این گونه کارنمایی ها کردم پس از این سخنانش با تمام نیرویی که داشت به سوی دشمن حمله کرد و پیوسته جنگید تا آن دمی که به شهادت رسانده شد و اینچنین سلیم آزاد کرده ابو هریره رضی الله عنه پرچه مهاجران را بر دوش خود داشت و همصفانش که با او بودن ترسیدن که مبادا او سستی کند یا عقب نشینی نماید با او گفتن ما میترسیم ای سلیم ما میترسیم که از جانب تو آسیب ببینیم او جواب داد اگر از طرف من بر شما ضرر رسد پس من بدترین حامل قرآن خواهم بود بدترین بردارنده قرآن خواهم بود اگر از جانب من بر شما ضرر برسد سپس با یک دلیری بر سوی دشمنان الله سبحانه و تعالی حمله برد و آنقدر جنگید که آنجا به شهادت رسید اما همه این قهرمان ها در مقایسه با قهرمانی برا ابن عازب برا ابن مالک رضی الله عنه خرد بودند زیرا وقتی خالد ابن ولید رضی الله عنه دید که آتش جنگ روز به روز شدت میگیرد این هنگام به سوی برا خالد ابن ولید نگاه کرد و گفت ای جوان مرد انصاری به آنها حمله کن گفت خالد بسی برا گفت و این هنگام برا رو بسوی انصاری ها آورد و گفت ای گروه انصاری ها هیچ یکی از شما امروز در فکر بازگشت به مدینه رو نداشته باشد ای گروه انصاری ها هیچ کدام از شما امروز دیگر فکر بازگشت مدینه رو نکند فکر بازگشت به خانه های خود رو ننماید دیگر بعد از امروز برای شما دیگر مدینه ای نیست پیش روی شما تنها یگانه الله باشد تنها رضای او باشد و بعد از آن جنت جاودانه این رو پیش روی خود بیاورید و این سخن را گفت و بعد از این با تمام قوت به سوی مشرکان حمله آورد و انصاری ها نیز با شجاعت دلیری حمله کردند و با آن شجاعتی که داشت صفهای دشمنان رو میشکافت و شمشیر خود را به گردنهای این دشمنان الله میانداخت و گردنهای آنها را میبرید تا آنجایی که مسیلمه با همراهی پیروانش از این شجاعت برا و این از شجاعت انصاری ها در تکان افتادند در لرزه افتادند در دهشت افتادند در نهایت عقب نشینی کردند و به سوی غار فرار کردند و پنهان گشتند که بعدتر در کتاب‌های تاریخ با نام حدیقه الموت باغ مرگ مشهور گردید این مکان چنان کارنمایی نشان داد برا که این دشمن از کارنمایی‌های آنها در تکان افتادن و عقب نشینی کردند و در این باغ مرگ حدیقه الموت در آنجا قرار گرفتند
چون در همان روز شماره زیادی از جنگیان در آنجا کشته شده بودند. پس این نقطه نشان می‌دهد که صبر و استواری سبب پیروزی است، که هر دو جانب بسیار سخت می‌جنگیدند، اما پیروزی نصیب آن کسانی گشت که با ایمان و صبر و توکل و استواری ماندند. و همچنین آرزوی شهادت این نشانه ایمان قوی است. ثابت ابن قیس و دیگر صحابه رضی الله عنهم پیش از جنگ خود را برای ملاقات پروردگار خود آماده می‌کردند و این دلیل یقین آنها به وعده پروردگار خود بود. و حاملان قرآن، بردارنده های قرآن باید نمونه عبرت باشد. و سخن سالم رضی الله عنه چی گفتند؟ گفتند اگر از جانب من آسیب بینید پس من چه بدترین حاملان قرآن هستم. و این نشان می‌دهد که حفظ قرآن تنها با یاد کردن آن نیست، بلکه عمل کردن، جسارت، اخلاص و مسئولیت را طلب نمودن است. و رهبر میتواند با سخن خود روحیه لشکر را دیگرگون بسازد. یک جمله خالد بن ولید که به سوی برا گفت ای جوان انصاری به آنها حمله کن، سبب ظهور یکی از بزرگترین قهرمانان تاریخ اسلام گردید. یک کلمه و برای ما آگاهی مینماید که این دنیا گذرنده است و جنت جاودانه و باقی است. سخن برا رضی الله عنه که امروز برای شما جز الله و بعد از آن جنت چیز دیگری نیست. این سخن یادآور میکند که مؤمن در لحظه های دشوار رضای الله و پاداش آخرت را از همه چیز بالاتر میشمارد و قهرمانی حقیقی از ایمان حقیقی سرچشمه میگیرد. چون برا ابن مالک رضی الله عنه با قوای جسمانی مشهور نبود. در اول قصه گفتیم مرد لاغر بود، بلکه با ایمان قوی و توکل به الله سبحانه و تعالی چنان جسارت فوق العاده داشت که تاریخ آن را جاودانه کتابت کرد. این هنگام مسیلمه با هزاران نفر از لشکریان خود به داخل آن باغ مرگ، آن باغ در آمدند و دروازه های آن را بستند. در پس دیوارهای بلند که آن باغ دیوارهای بلند داشت در آنجا پناه گرفتند و از داخل آن باغ باران تیرها را به سوی مسلمانان میریختند. با آن گونه تیرها پی در پی سرشار مسلمان ها میشدند، در سرشان فرو می آمد. و همین لحظه بود که این قهرمان دلیر شجاع برا ابن مالک برادرزاده انس بن مالک پیش آمد و گفت ای مردم مرا بروی سپر بنشانید. سپر همون جوشنه که هست که حمایت از تیرها میکند. گفت که برای که مرا در بالای این جوشن، در بالای این سپر بشینانید و سپس مرا با نوگهای نیزه های خود بلند بکنید و ما را نزد دروازه این باغ از بالای دیوار بپرتید. این کار انجام بدهید ای مسلمانان، یا اینکه من به شهادت میرسم یا اینکه من دروازه رو برای شما میکشایم. چون دیگر راهی پی نمانده بود که داخل این باغ بگردند. دیوارهای دراز بلندی داشت. در یک لحظه برا که جسم لاغر و سبک بود داشت بر بالای سپر لشکریان نشست و 10 نیزه آن سپر را بالا برداشتند و او را داخل آن باغ مرگ میان هزاران نفر از لشکریان مسیلمه پرتافتند. از بالای دیوار او را حواله کردند، 1 نفر در مقابل هزاران نفر. وقتی که او را پرتاب کردند مثل یک برق بر بالای آنها فرو آمد رضی الله عنه. در نزد این دروازه با تمام قوت بر ضد آنها جنگید. این شمشیر تیز کرده خود را بر گردنهای دشمن فرو می‌آورد تا آنکه 10 نفر از آنها را در آنجا به قتل رسانید. در نزد دروازه 10 نفر آنها را به قتل رسانید و همین که دروازه گشوده شد مسلمانان از دروازه و از دیوارهای باغ این هنگام داخل ریخته شدند. آنها با مرتدانی که در داخل باغ با این مسیلمه کذاب پنهان گرفته بودند جنگیدند، ضربه می‌زدند تا آن دمی که نزدیکی 20,000 نفر از آنها در آنجا کشته شد و در نهایت مسلمانان بر خود این مسیلمه کذاب رسیدند و او را نیز بر هلاکت رسانیدند، بر قتل رساندند. پس ایمان راستین انسان را به کارهای بزرگ وادار میکند. برای ابن مالک رضی الله عنه میدونست که احتمال زنده ماندنش بسیار کم است، چون هزاران نفر پشت دیوار او را منتظر هستند. ولی برای پیروزی مسلمانان خود را فدا کرد، جان فدایی کرد. فداکاری برای منفعت عمومی
عمومی مسلمانان آماده شد جان خود را در خطر گذارد تا راه پیروزی لشکر مسلمانان را باز میکند و این یک نمونه عالی اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی است. البته که پیروزی از جانب الله سبحانه و تعالی است. با وجود بسته بودن دروازه ها و دیوارهای محکم و مستحکم بودن قلعه، الله سبب را مهیا کرد که با واسطه جسارت برا راه پیروزی بازگردید. برای همین جسارت یک شخص میتواند سرنوشت یک جنگ را تغییر بدهد. جسارت یک شخص میتواند سرنوشت یک جنگ را تغییر بدهد. عملی برا ابن مالیک رضی الله عنه یک سبب‌های اساسی کشته شدن دروازه و کشته شدن این مسلمه کذاب گردید، در حالی که باز شهادت این بزرگترین آرزوی صحابگان کرام رضی الله عنه بودند. سخن او گفت یا شهادت یا دروازه را کشودن. از صبر در راه حق پاداش بزرگی دارد و پایان هر دروغ نابودی است. پایان هر دروغ نابودی است. اینقدر شبکه ها، اینقدر فتنه ها را بر بالای مسلمانان میآورند، اینقدر فتنه انگیزان، چی از گروه های باطل و چی قدر گروه های کفری و شرکی و حزب ها بر دین الله اینقدر ستیزه ها میکنند، ولیکن پایان دروغ نابودی است. هرچند این مسلمه در آغاز لشکرداریش بزرگ بود، نیروی بزرگی را جمع کرده بود، عاقبت دروغ و این باطل از بین رفت. بلکه ما حق را بر بالای باطل پیروز می‌آوریم و باطل را محو و نابود می‌سازیم. پس از انجام جنگ این باغ مرگ برای ابن مالیک رضی الله عنه به خیمه اش بردن او را تا اینکه زخم‌های او را طبابت نمایند، چون بسیار زخمی شدگی بود. وقتی که او را به این خیمه بردند، در بدن او یک جای سلامت هم نمانده بود. در بدن او زیاده از 80 چند جای از زخم‌ها، از نیزه، از تیرها، از شمشیرها دیده بود. حتی اینکه خالد ابن ولید رضی الله عنه خود معالجه او رو شخصا به عهده گرفت. یک ماه پورا شخصا خالد ابن ولید این جنگاور، این دلیل شجاع، از حال او خبر می گرفت و بر معالجه زخمهای او اهمیت می داد تا آن دمی که الله سبحانه و تعالی او را شفا داد. چون دستی او بود برای لشکر مسلمانان پیروزی آورد. با وجود این برای ابن مالیک رضی الله عنه همیشه آرزوی شهادت را داشت، اما در این باغ مرگ نصیب شهادت بر او نبود و او رضی الله عنه پی در پی جنگ‌های گوناگون را اشتراک میکرد، شرکت می‌ورزید با امید آرزوی بزرگ که شهادت در راه الله سبحانه و تعالی بر او عملی بگردد و با این پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم همراه بشود تا آنکه در روز فتح توستر در سرزمین فارس جنگ آنجا فرا رسید. ایرانیان این فارس ها یکی از قلعه های بسیار مستحکم داشتند و با آن پناه گرفته بودند. قلعه خیلی بلند و مستحکمی بود و مسلمانان باشد آنها را محاصره از هر طرف محاصره کردند، از هر طرف احاطه کردند این قلعه را. چون که همین دستبانه بند دست را پورا محکم می‌نماید، انا همین گونه قلعه را پورا احاطه کرده بودند مسلمانان. وقتی که این احاطه و محاصره طول کشید و فشار بر این فارس ها زیاد گردید، آنها از بالای دیوارهای قلعه زنجیرهای آهنین را به پایین می‌پرتافتند. زنجیرهای آهنی که در سر این زنجیرها آهنای تیز بود، کج کردگی، که در نوک این زنجیرها چنگالهای پولادین بود. چنگالهای پولادین آویزان شدگی بود. از بالای قلعه آنها را میپرتافتند و این چنگالها را با این زنجیرها در آتش سرخ میکردند، میتسوندند که از انگشت سوزان هم داغتر و سوختر میشد این چنگالها. و از آن بالای قلعه ها این چنگالها را در پایین که مسلمانان قرار دادند آنها را میپرتافتند و هنگامی که این چنگالها بر بدن مسلمان‌ها میچسبیدند چنان جوش بودند که برابر زدن در بدن آنها هر جایی که میرسید داخل میشد و با این واسطه مسلمان‌ها را بر بالای دیوار به طرف خود میکشیدند و هر کی اگر در این چنگالها میافتید دیگر نجات برای او محال میشد، شهادت را به دست میداد و در آستانه مرگ قرار میگرفت. و در این جنگ شدید با این فارس‌ها یکی از این چنگالها و یکی از این زنجیرها به انس ابن مالیک رضی الله عنه برادر بر بدن او چسبید، بر بدن او رسید چنگالهای آتشین. و هنگامی که رضی الله عنه این منظره را دید که بر بدن برادرش انس ابن مالیک این چنگال رسیده است، دیگر
دیگر راه نجات نمانده است. او را طرف خود کشیده ایستادند. در حال برا به طرف این دیوالهای قلعه حرکت کرد و جهید و آن زنجیری که آتشین بود برادرش را به سوی بالا میکشند آن را با دستان خود گرفت. زنجیر آتشین سرخ با تمام قوت به سوی خود آن زنجیر را میکشید تا آن چنگال را از جسم برادرش انس بن مالک خارج بکند. حتی از شدت این گرمی این چنگال ها دستی برا میسوخت. پوستی بدنش از دستش دود سیاه میبرآمد. اما این هنگام برا با این درد اهمیت نمیداد، اندیشه نمیکرد و تمام کوشش را میکرد که دست نکشد تا آن دمی که برادرش را از این چنگال ها نجات بدهد و بالاخره برادرش را از این زنجیرها از این چنگال ها نجات داد. و وقتی که به زمین برگشت دستی او چنان سوخته بود که تنها استخوان‌ها میتفتند و بس، تنها استخوان‌ها بودند و بس، دیگر چیزی از گوشت بدن او از پوست او باقی نمانده بود. و در همین جنگ بود که برا ابن مالک رضی الله عنه از الله طلب کرد که او را در اینجا شهادت را نصیبش بگرداند و این هنگام الله سبحانه و تعالی دعای برا ابن مالک رضی الله عنه را قبول کرد. در همان جنگ به شهادت رسید. در حال پروردگارش را ملاقات کرد که از دیدار او خوشحال شد و سرفراز بود. ببینید برادران که شهادت آرزوی بزرگ صحابگان کرام بود و برا رضی الله عنه بعد از زنده ماندن در جنگ یمامه با این مسیلمه کذاب که بدن او جای سلامت نمانده بود، علاوه بر این باز هم آرزوی شهادت میکرد. ناامید نمیشد تا آخر عمرش در راه الله باز میجنگید و نشانه محبت حقیقی برادری برای نجات دادن برادرش انس رضی الله عنه به سوختن دست خود اهمیت نداد. این نمونه فداکاری در راه دین برادری، یک همدلی حقیقی برادرانه را نشان میدهد. اما امروزها برادر از پشت تو خنجر میکشد، خنجرهای معنوی مرا میفهمید، خیانت در ناموس، در آبرو و نشان میدهد صبر بر درد در راه الله سبحانه و تعالی. این درد سخت‌ترین دستانش را تحمل کرد، زیرا هدف او نجات برادرش و رضای الله سبحانه و تعالی بود و دعای اخلاصمندانه او که سبب قبول اجابت او گردید و در راه الله سبحانه و تعالی شهادت را به دست آورد. این دلیل فضیلت دعای صادقانه است و توکل به پروردگار و پیروزی حقیقی با قربانی به دست می آید. فتح‌های کوشش‌های بزرگ مسلمان تنها با شماره آنها نبود، با قدرت نظامی آنها نبود، بلکه با ایمان، صبر، فداکاری آنها در راه الله سبحانه و تعالی بود. محبت صحابه بر پیامبر الله صلی الله علیه و آله چگونه بزرگ بود. الله سبحانه و تعالی از برا ابن مالک برادرش انس ابن مالک و همه صحابگان کرام، صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی بود و ما را نیز از پیروان راه آنها قرار بدهد. آمین. الله سبحانه و تعالی چهره برا ابن مالک را در جنت نورانی و درخشان گرداند و چشمش را با همنشینی با همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم روشن بسازد و از او راضی باشد و او را کاملا خوشنود بگرداند. دعا کردن برای صحابگان کرام این از خصلت‌های مؤمنان صادق است، از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم است و نسبت آنها کینه و بدبینی داشتن این از نفاق است، چون در شأن آن الله سبحانه و تعالی آیه ها نازل کرده است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. این از قصه برا ابن مالک رضی الله عنه.